سلام رفقا، چطورید؟ من هستم تیرشه و هستم به یه ویدیو جدید. خوش اومدید. قبل از هر چیز میخوام بگم که دمتون گرم ویدیوی چالش هایه رو ترکوندید. با این همه استقبالی که شده بازدیدش توی یه ماه اومده بالا و فکر کنم الان 6000 خورده ای باشه. آره 6000 خورده ای توی ما ترکونده. از همینجا از همتون ممنونم بابت کامنتایی که زیر این ویدیو گذاشتید، لایک کردید و اینکه این ویدیو ساجست شد واسه بقیه. دوستتون دارم. با خاطر همینم یه چالش هایه ایرانی میگیم، ویدیویی که ایرانیا گرفتن و میخوایم امروز با هم دیگه بریم ببینیم. یادتون نره که اگه دوست داشتید دکمه لایکو بزنید، کامنت بذارید و اگر چنل رو سابسکرایب ندید حتما چنل سابسکرایب کن و اون زنگولم بزن که هر موقع ویدیو میذارم با خبر بشی. اگر صدام اینجوریه که واسه سرما خورد، حالا وسطای ویدیو هم متوجه میشید که این سرما خوردگی واسه چیه. یه خورده صدام گرفته. بریم با هم دیگه ویدیو رو ببینیم. برو بریم. Somebody give me a higher. دیگه لعنتی ها تو کلاس درس نکنین این کارو دیگه. اون خارجه، فرق میکنه با ایران. بعد میرن تو دفتر کلی داستان، کلی انضباط و این حرفا. دمتون گرم، خیلی مردید. حالا پسرا بابا شما چه خسته بودین؟ دخترها ندیدین؟ من به دخترها امتیاز میدم. اگه قرار باشه امتیاز بدم به دخترها امتیاز میدم. واقعا خفن‌تر از شما بودن. هم هایه گفتنشون هم انرژیشون. دمشون گرم. سلام به برادر شمالی. سلام عزیزم. داداش شما خوب از ته دل نمیگه هایو. با منه؟ نکنه با من باشه. من اینجوری از ته دل بگیم جان تو فقط هایا بگو. یه بار دیگه هایا دل بگیم ماشاءالله. فقط اون آه آخرش عوضی. یا خدا آقا خیلی چاکری اومدیم یه چالش جور حقیقتی دیگه بریم تو پاساژ ستاره یزد. از پاساژ ها خفن یزد به چالش جرأت میخوام به رضا بدم. بریم بتر کنیم دیگه داداش. بریم بتر کنیم. بریم چیکار میکنیم؟ یا پاساژ شما رو میندازم بیرون یا سرکلتون میشکنه. ما چی تو بیاد دفعه داره؟ داره؟ هم گفته خود داره شما؟ نه الان گفته چیپس داره؟ بیاد دفعه نمیرم. چرا؟ نه هم گفته همینجا هم گفته داره شما؟ داره نگه داره. یه چیزی روشتون بگم میگه نگهبان داره. یا خدا بخواد دو گوشش آب بده. یارو اومد این ور دخل. البته قدش کوتاه بود ولی نترسید یه چک بخوام زیر گوشت. نکنین این کار دیگه. با مردم نکنید حداقل این کارو. با مردم الان اعصاب ندارن. الان وضعیت اقتصادی جوریه که هیچکی اعصاب نداره. نکنین این کارو. درسته شما الان تو سنی هستی که دوست داری که این حرکات رو انجام بدی، خنده کنی. منم هستم، منم دوست دارم این حرکات رو انجام بدم، ولی با همسنای خود این کارو انجام بده. دیگه نرو با یارو بزرگتر از خود این کارو انجام بده. زشته. بیا آقا یکی نیست بزنه در گوش این شکور. واقعا دیگه شوش در آورد. یه چی گفت؟ یه چی گفت من نشیدم. بده به بابات یا بده به مامانت. یه چی گفت؟ عوضی نکنین کارو. معمولا اون ساعتی که مترو شلوغ‌ترین ساعته که همه از سر کار برمیگردن، که همه اعصاب داغون خسته. یکی نیست بزنه در گوشت اونجا. شانس بیاد دیگه. خدا چقدر تو رو دوست داره کسی نمیزنه. البته شاید فکر کنم کسی تو رو زده باشه اصلا. دقیقاً اون صحنه هم بذار که ما ببینیم. یه داستانی پشتش هست. این جوونا تو رو نگاه میکنن میبینن این حرکات انجام میدن. علی هایا برو. علی چه هایایی میری علی؟ علی شب کجایی علی؟
علی بیاد علی تو رو خدا بیا علی ایول علی بکن ماشاءالله. بعضی روزا اوقدی حالم بده که دلم میخواد یک جای خلوتی دنجی پیدا کنم تک و تنها برم بشینم و بگم جان نه این کار نکنی. سلام ننگی نمیخوری؟ عجب عوضی هستی شما. یه زمانی یادم زنگ میزدن بچه‌ها، زنگو میزنن فرار میکرد. اصلا یه نفر مثلا زنگو میزد بقیه پا فرار بودن، آماده بودن که فرار کنن. الان زنگو میزنن میگن که ننگی نمیخوای. خب چیه مد کردی خدا وکیلی؟ این ننگی نمیخوای، کوکونات نمیخوای، ننگی نمیخوای. ماشاءالله ناسلامتی شما پسرید. نمیقولی چیه؟ میقولی چیه؟ سمنه هایا. یه بار دیگه یه بار دیگه سمنه مگه منه هایا. این دوره چه گوزیه وردشت رو کرده میگی دایی بری اتلی ما آب بیار دایی بخوره. مرگ زهره با یه خیلی شاکی بود ببخشیدش. دوباره زنگ خونه مردم رو زدن. بیشورا بله هایا بله هایا بله ها یا مانم که ها چی دیگه بله بله یا بزن در رو بیاد پایین دیگه چیزی ازت نمیمونه. آها قشنگ پاره ای بدو. خیلی اوضاع خیته، خیلی اوضاع خیته، واقعا خیلی اوضاع خیته. تهش 10 سالشون بود. چرا اینا؟ من نمیدونم. هم بچه. اوه خدای من این چی بود که تو موت کردین؟ سلامتی سلامت محمدی تله برقی فکر کنم. یه بار دیگه سلامت محمدی خجالت کشید. خب مدرسه پسرونه. خب مدرسه پسرونه رفته جلو مدرسه پسرونه. یه بار دیگه بعد زمونه شده. دشوی. حالا خوبه دشوی مدرسه پسرونه بود، دشوی عمومی نبود. آها خب حالا رسیدیم به بچهای خودمون. آقا ما داشتیم میرفتیم مسابقه کشوری کیک بوکس توی همدان. با یکی از بچه‌ها توی اتوبوس بودیم. بعد که بچه‌ها دیگه اون موقع برگشت بود دیگه، اون لحظه دیگه فشار عصبی و خستگی و دیگه همه چیز زده بود به سرشون، دیگه رد داده بودن. به یکی از بچه‌ها گفتم فیلم بگیر. منم فیلم گرفتم ولی واسه من چون تاریک بود بچه‌ها فلای زد فیلم گرفت. حالا بریم فیلمو ببینیم. بچهای پشت میگفتن کم somebody give me هایا، جلویا ما جوابشو میدادن. بعد اونجا شرایطی بود که من نمیتونستم باشون همراهی کنم. درک کنید. اول اینکه به عنوان مربی تیم رفته بودم، بعد یه سری از مربیای دیگه و سنای دیگه هم اونجا بودن، نمیشد حرکتی زد. همه گفتن آره این
اومده بیشتر بچه‌ها که نگهدار، بیشتر بچه‌ها رو کنترل کنه، اومده اینجا داره مثلا با اونا مسخره بازی در میاره. حالا جو سنگینی بود، نمیشد کار انجام داد. شما خودتون میشناسین که من با هر جا باشم آروم قرار ندارم. اون لحظه خیلی طاقت آوردم که خودم رو نگه دارم. کم کم یه ذره دیگه ادامه پیدا میکرد چالششون، رفتم بهشون میپیوستم. این همون استوری بود که من از خودم گرفتم و نور خیلی کم بود اینجا. ببین خجالت داشتم آب میشدم اونجا چند تا مربی بزرگسال اونجا باشه، خب تو بینشون باشی نمیشه حرکت انجام. بعد اونام نگاه میکردن، وقتی اینا میگفتن هایا اونام برمیگشتن نگاه میکردن، جلوی اتوبوس بودن، نمیشد کاری انجام داد. من اون دست پام بسته بود. خلاصه من اینجا تو ویدیو بهتون میگم که دست پام بسته بود. بچه‌ها اگه دارین ویدیو رو میبینین دست پام بسته بود، وگرنه باهاتون همراهی میکردم. از اون ورم که مربی بچه‌ها بودم، اگه چنین حرکتی میزدم بهشون دوتا میخندیدم پررو میشدن. شما هم دیگه خودتون میشناسید دیگه، دوتا بهشون بخندی رو سر سوارن. خلاصه اینجوری شد که من تو این ویدیو خیلی سنگین بودم، ولی بچهای باحالی بودن. اینکه اینم بگم که تیم ما اول شد. از همین اینجا به بچه‌ها خسته نباشید میگم، خیلی بچهای خفنی بودن. حالا یه ویدیو وایرال شده چند روزه، مثلا کیرتون کنی بوم بوم کنه کونم، مثلا شخ کنی هی نری تو کونم، مثلا لباسامو بکنی تو هر شب، مثلا کیر کلوفتت بری تو حلقم. به به پشمام ریخت. من واقعا چیزی ندارم واسه گفتن راجع به این ویدیو، به هیچ دیگه. خب مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو تماشا کردید. اگه دوست داشتید حتما ویدیو لایک کنید، کامنت بذارید و اگر چنل سابسکرایب نکردید حتما چنل سابسکرایب کنید، اون زنگوله بزن که هر موقع ویدیو میذارم واسه پیغامش بیاد. بوس به همتون، تا ویدیو بعدی، پیس.